با درودهای بسیار گرم به شما بینندگان عزیز. مرسده قایدی هستم، همراه با شما با برنامه دیگری از خاوران. بعد از سرکوب حکومت جنایتکار اسلامی از بعد به قدرت رسیدنش که به خصوص از دهه 60 که سرکوب سازماندهی شده رژیم شروع شد و تا به امروز ما ببینیم این سرکوب به اشکال متفاوتی ادامه داره. و اما در این سرکوب اتفاقی که افتاد شاید کمتر در موردش صحبت شد و کمتر در موردش حرف زدیم و در چند سال اخیر میبینیم خوشبختانه در مورد مسئله کودکان عزیزانمان، کودکانی که چه در زندان به دنیا آمدند همراه ما اونجا بزرگ شدند، چه کودکانی که در بیرون همزمان پدران و مادرانشون دستگیر شدند، کودکانی که هم پدر و هم مادر رو از دست دادن و کودکانی که فقط یکی از عزیزانشون از اعدام شد و عزیزی دیگری برگشت. و اما باید ببینیم که در مورد این تاریخی که باید به عنوان تجربه ازش صحبت کنیم، چون همین امروز ما میبینیم باز هم کودکان ما مادرانی را از دست دادن و پدر. در همین جنبش انقلابی ژن آزادی ما ببینیم به عنوان نمونه بابان عزیز ما مادرش رو از دست میده، دالیای عزیز ما پدرش رو از دست میده و رژیم اینا رو میکشه. ما باید از این تاریخ بگیم به عنوان تجربه. به همین دلیل امروز همراه هستم با یکی از عزیزانمون، با یکی از خاورانی ها که کودک 3 ماهه‌ای بود، پدر و مادر عزیزش رو همزمان رژیم دستگیر میکنه و ببینیم که چه بر این دوست عزیز ما به عطیه قریشی عزیز ما چه گذشت. عطیه عزیزم به برنامه خودت خوش اومدی. خیلی ممنونم مرسده جان، ممنونم که دعوت کردین که با من صحبت بکنید. مرسی. قبل از اینکه بینندگان عزیز با عطیه عزیز و از تجربیاتش با هم صحبت کنیم، میخوام از رضای قریشی براتون بگم، از رضای عزیز ما، یکی از قهرمانان ما، یکی از کسانی که عاشق زندگی بود، انسان بود و رابطه انسانی داشت و در 2 نظام زندانی بود، نظام زمان شاه و سلطنت و حکومت جنایت اسلامی. بخش زیادی از زندگیشو در زندان گذروند. دانشجو بود و فعال دانشگاه، در دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاهی که طبق آماری که هست در اکثریت اون بچه ها رو در دهه 60 اعدام کردن و انسان دوست بود، علیه فقر و نابرابری بود و عاشق کودکان بود، برای اینکه آینده را از آن اونها میدونست و همینطور که در خاطرات من خوندم عاشق دختر بود و اینکه در دوران دانشجویی از فعالین دانشجویی 2 حرکت بزرگ دانشجویی در زمان شاه اتفاق افتاد. یکی مسئله بالا بردن بلیت شرکت واحد بود که حرکت بزرگ دانشجویی بود که و یکی مسئله نیکسون بود که در هر دوی این حرکت رضا نقش داشت و نقشش رو بازی کرد و یکی از ویژگی های رضا این بود که رضای عزیز در زندان ادامه همون مبارزاتش بود، بس جدل و رسیدن به یک افکار جدید. و یکی از نکاتی که گفته بود در مورد لاجوردی جلاد بود، به درست گفته بود که این یک آدم خاره. تجربه زیست رو با اینا کرده بود در زندان زمان شاه و در زندان حکومت اسلامی اومده بود. اون میدونست که این جنایتکارا چی هستن و رضا تا لحظه آخر
از موازش و عضو یکی از سازمان‌های رزمندگان در آزادی طبقه کارگری در رهبری اون جریان بود و همین در تا آخرین لحظاتش که در همین شهریور ما رضای عزیزمون از دست میدیم، همراه رفقاش به اعدامش میکنن. در واقع حتما در آمفی‌تئاتر گوهردشت، چون تاریخی که در دادگاه نوری ما شاهدش بودیم، گفتن عزیزان ما رو بردن در گوهردشت دار زدن و در گورهای دست جمعی در خاوران در بینام و نشان گذاشتن. اما عزیزان ما انقدر نام و نشان دارن و انقدر خاطرات از اونا داریم که نخواهیم گذاشت که رژیم جنایتکار اسلامی خاطرات عزیزای ما رو از ما بگیره، همونطور که خاوران ما امروز به همت مادران خاوران، به همت خانواده های خاوران، یکی از جاهایی هست که جهانی شده و در آینده‌ای که حکومت سرنگون بشه با اون رو به موزه‌ای در جهان تبدیل خواهیم کرد. بیش از این عطیه عزیزم من رو محترم. عطیه جان، تو 3 ماهه بودی، هم مامان عزیز و باباتو گرفتن. من میخوام بگم که از چه زمانی تو احساس کردی باید صحبت کنی راجع به این زندگی که بر تو گذشت و چرا؟ خیلی سوالای خوب و بجا و سوالای سختیه راستش مثل جان. یکم بخوام بگم، اولش احساس میکنم اینجوری بود که خب خیلی برای سالها گیج بودیم، یعنی من خودم حداقل به عنوان یه بچه خیلی گیج بودم، متوجه نمیشدم که چجوری اصلا ممکنه این اتفاقا بیفته یا اصلا داستان چیه. بعد یه حس خیلی غریبی که داشتم این بود که وقتی میرفتیم مثلا زندان و توی اتاق انتظار میشستیم با خانواده ها و اونا رو میدیدم و پاسدارا رو میدیدم، با عنوان یه بچه که خب خیلی هم از چیزی سر در نمیره، برام همیشه سوال بود که این آدمای خیلی مهربونی که هستن، خانواده ها و حالا زندانی‌ها هم بعضی وقتا با هم دیگه یه جوری میرفتیم، بقیه هم میدیدیم موقع ملاقات، چجوری اینا تو زندانن و این پاسدارا که همیشه واقعا با ما بدرفتاری میکردن و به هر دلیلی بالاخره آزار میدادن ما رو. واقعا میشه که اونا مثلا الان در کنترلن و بعد یه چیز دیگه هم این که نمیتونستیم مثلا راجع بهش صحبت بکنیم. در همین چیزی که میگم، یعنی دوران بچگی خیلی اینطوری گذشت که میگم در این گیجی و گنگی و اصلا توی برای ادامام بیشتر میتونیم حالا راجبش به طور جزئی صحبت کنیم. کلی تر بگم، از 6 سالگی تا 16 سالگی من اصلا باور نمی‌کردم که یه همچین اتفاقی. عطیه جان، تو 6 سالت بود رضای عزیز رو اعدام کردن؟ بله، من متولد 61 و 67 اعدام شدن و همطور که خب میدونن احتمال همه بینندگانتونم، نه به ما چیزی دادن، خودت هم اشاره کردی، نه جسدی دادن، نه چیزی بود و نه جایی بود حتی که خود خانواده ها خاوران رو پیدا کردن، فقط یه ساک بود دیگه از وسایلش. برای یه بچه خب خیلی سخت بود دیگه باور یه همچین چیزی که فقط هم گویا من نیستم. هم توی یه مقاله میم دانش جدیدن نوشته بودن که یکی از مادرها رو رفته بودن دیده بودن و اون هنوز منتظر بود که بچهش برگرده، پرسیده بود که آدرس اینجا رو داره. یعنی تا این مدت که بیشتر گیجی و اصلا در ناباوری بود و اینکه اصلا آدم یه جوری بتونه زندگی کنه و همه این چیزها رو به هم رفت. بعد توی جامعه‌ای که با در واقع اکثریتش خب آدم اون چیزی که میدید در آشکارا میدید باش اصلا ارتباط برقرار نمیکرد و متوجه بود که خب این خانواده من، کسایی که اینقدر به من علاقه دارن، ساپورت میکنن، اصلا متفاوتم با این جامعه‌ای که من درش هستم و میگم حتی نمیتونم راجع به اون چیزی که داره برام میگذره صحبت بکنم. بعدش هم به خاطر همه این فشارها و چیزهای دیگه اجتماعی و سیاسی و اینا خب اومدم از ایران بیرون. اونم خب یه مدت اینجوریه که از اون موقعی که در واقع از این چیز گذشت، ولی به این فکر بودم که خب آدم دلش میخواد حرف بزنه، یعنی احساس میکنه که یه مدت خیلی خیلی زیادی یه چیزایی باید گذشته و میگم اصلا نمیتونی راجبش حرف بزنی و اینکه چقدر بی‌عدالتی، چقدر چیزایی که اصلا نمیتونه آدم
عقلانی توضیحشون بده اصلا، یا حتی هر جور دیگه که مینیممش اینه که آدم بتونه، انگار که یه حسی که مثلا من داشتم بود که آدم انگار دلش میخواد فریاد بزنه، نه یه دردیه و این درد رو هیچ وقت نمیتونه راجبش حرف بزنه و حتی داد بزنه که من دردم میاد. ولی از اون موقعی که اومدم بیرون خب یه مدت هم طول میکشه تا آدم بتونه اصلا خب به عنوان یه مهاجر کارش، من با خب تحصیلی اومدم، اصلا اصولا تحصیل آدم بدی جاتو پیدا کنی و یه جای مستقر بشی دیگه. بعد از اون مدت هی فکر میکردم به این که من چی کار میتونم بکنم و خیلی برام خب سخت بود که پیدا کنم مثلا که من چه کار میتونم بکنم. هم این درده بود، هم حس مسئولیت اینی بود که خب خیلی از این آدما نیستن اصلا حرفشون رو بتونن بزنن و بچه هایی که همونطور که گفتین خب تو این داستانا بودن و خیلی براشون سخته که این حرفا رو بزنن. یه مجموعه از یه سری از این چیزا بود که خب احساس میکنم یه کاری من باید بکنم، ولی دقیقا مشخص نبود که چی، که بعد حالا میتونیم صحبت کنیم. تو بس ببین عطیه جان، تو به عنوان یک بچه 3 ماهه که تو نبودی و این چیزی که گفتی، یکی از بچه ها در واقع یکی از بچه ها در سوئده، همینی که تو میگی یه ویدیو پر کرده، فقط داد زده و مامانش رو صدا کرده، بغضش و این فیلم تو اصلا تکان دهنده است. گفت هیچی نمیخوام میگم، فقط مامانم میخوام صدا کنم، چون اونم مامانش همراه ما بود، مامانش اعدام شد. تو چه خاطره‌ای در زندان، دوره سختی، کوچولو بودی میرفتی زندان، چه خاطراتی از پدرت داری؟ این میدونم خیلی کوچولو بودی ولی چه خاطراتی داری؟ این چجوری نقش بسته در ذهن تو؟ آره خب همونطور که گفتین چون 3 ماهه بودم دستگیر کردم، خب دوران نوزادی که هیچ خاطره‌ای ندارم و خیلی برام جالبه که یعنی هم عجیبه هم جالبه به هر حال که من از ملاقات‌های زندانی که با پدرم داشتم خیلی خاطره‌ای از خارج از اون اتاقی که می‌دیدمش ندارم، چون فکر می‌کنم خیلی تجربه سختی بود و من با خانواده مادریم بزرگ شده بودم و راحت هم نبودم خیلی، چون نمیذاشتن با اونا برم ملاقات، که باید حتما با خانواده پدری میرفتم و یه آدمای خاصی رو اجازه میدادن، هر کسی نمیتونست بره. یه هم احساس ناآشنایی و اینا میکردم، برای همین خیلی راحت نبودم. ولی توی اون اتاقی که پدرم رو میدیدم اونو یادمه، چون که خیلی و محبتش اصلا یادمه. به عنوان یه بچه فکر کنم اینا خیلی بچه‌ها پرسپتیو و این چیزا رو خوب متوجه میشن. چیزی که یادمه مثلا خود حالت اون اتاقه، که چیزی که من یادمه که زندانیای مختلف، مثلا یه راهروی بود، یه صحنه یادمه که پشت یه پرده‌ای منتظر بودن که بیان مثلا به نوبت بچه‌ها رو ببینن و ما میرفتیم، هر کی با مثلا بچه‌ها با پدر خودشون توی این اتاق بودن. یه صحنه که خیلی خوب یادمه، یه شوفاژی داشت اونجا اون اتاق و پدرم، من خب خیلی کوچیک بودم دیگه، منو میذاش، خیلی هم قد بلند بود و چارشونه بود و اینا، منو میذاش روی اون رادیاتور و با هم بازی میکردیم. یه بازی که میکردیم که یادمه اینه که مثلا نمیدونم یکم با هم دیگه مثلا مش میزدیم و اینا، بعد مثلا من یادم من اون آروم منو میزد، بعد من میزدم اون مثلا میگفت یعنی مثلا خیلی دردم اومد، من خیلی خوشحال میشدم که چقدر مثلا من الان قویم یا همچین چیزی. اینا رو خوب یادمه و اون چیزایی هم که کار دستی هم که درست میکرد و برام میآورد، مثلا اون صحنه هاشم یادمه که بهم میداد. اتفاقا منم یه خاطری دارم، همیشه مامان منم از تو خیلی برام تعریف میکرد. تو سالن ملاقات میگفت که عطیه طوری که خانوادت تو رو میآوردن، همیشه میگفت که ویژگی های خاص خود تو رو داشت. مامانم خاطرات از تو. ولی من الان که در این موقعیت هستی، چطوری این زندگی تو چجوری ارزیابی میکنی؟ یعنی به عنوان یک فردی که الان توی موقعیت اجتماعی هستی و میدونی خب خیلی بعضی از این بچه‌ها بسیار به گذشته خیلی عصبی برخورد میکنن که چرا همچین موقعیتی برای تو خودت چجوری برخورد میکنی؟ تا برم به سوالات بعدی. این گذشته برای تو افتخار میکنی به بابات؟ میدونی خیلی بحث‌ها برای بچه‌ها، خب بحث‌های متفاوتی برای بچه‌ها. من میخوام نظر تو رو بدونم. خیلی بازم سوال خوبی و سوال سختی یه مقداری. حتما من خیلی نه تنها به پدر و مادر خودم، به همه اونایی که اونجا بودن افتخار میکنم. یعنی
اون اتاق انتظار میگم که گفتم که ما همه بچه‌ها با هم بودیم، خانواده ها با هم بودن، واقعا برای من حس خانواده داشت، یعنی انگار که ما همدیگر رو داشتیم فقط، و این خیلی با ارزش بود. اون محبت واقعی که بود، اون ساپورت واقعی که بود آدم اصلا فراموش نمیکنه. همه اونا به نظر من واقعا افتخار داره، یعنی آدم اگر که بتونه انتخاب بکنه که از چه خانواده‌ای و از چه بستری بیاد، چی بیشتر از این آدمایی که به انسانیت و آزادی و شرافت و شجاعت و مهربانی و همه اینا نه تنها اعتقاد دارن، بلکه پاش وای میستن، چه حالا داخل زندان چه خانواده‌های زندانیا، واقعا از مادران خاوران تا همه کسای دیگه. و یه مقداری از همین مسئولیتی که بعد حالا باعث شد که مثلا هم بنویسم حالا راجبش و کارهای دیگه که میتونم انجام بدم، یه قسمتش اصلا همینه که این آدما یه جوری متاسفانه زمانه هستش که اینو داره. حالا تو این زمانم به طور عمده این پیش اومد که یک همچین آدمایی در واقع همه سرکوب شدن و آدمای دیگه‌ای که میگم مثلا مکسنس نمیکرد برای من چطور ممکنه بودن. برای این حسه هست و خیلی حسای دیگه هم باهاش قاطیه، نه اینکه نمیدونم آدم مثلا تجربیات خیلی خاص رو میگم میشه حالا راجبش بیشتر صحبت کرد، ولی شاید همون حالا خشم از کل، یعنی این افتخاره هست و خشم از کل دنیا، انگار که خب چرا اصلا چجوری میشه یه همچین چیزی اتفاق بیفته، و اون سوال چرا که جواب داده نمیشه چون هیچ در واقع توضیحی براشون جوری وجود نداره و از اینا گذاشتن خب خیلی سخته. یه مقدار زیادی هم چیزی که من احساس میکنم اینه که حالا توی خانواده ها شاید یا توی بچه های خشم نسبت به شاید این تصمیم ها، شاید مثلا یه سری چیزای اینجوری، یا مثلا پدر مادر نسبت به بچه ها احساس یکم عذاب وجدان، یکم چرا مثلا این کار کردیم متوجه نبودیم و اینا. این به نظرم یه قسمت مهمیش هم اینه که این نیست، یعنی از این جدا بشیم و واقعا هرچی که هست و متوجه اصل علت این داستان بکنیم. نه ماها یعنی به قول ما we did the best we could، اون کاری که میتونستیم در واقع حد نهایت توانمون و مهرمون و محبتمون انجام دادیم. آدم ها اشتباه میکنن، این دلیلی برای این نمیشه که بخوایم به همدیگه خشم داشته باشیم یا به خودمون خشم داشته باشیم. حتی که مثلا چرا من حتی از دوران بچگی مثلا یه تجربه‌ای داشتم که به خودم خیلی خشم گرفتم، قبلا هم راجع بهش صحبت کردم که چرا مثلا من اینجا الان کار درست انجام ندادم. آدم میگم به نظرم از اینا گذشتن و به اینکه چیکار میتونیم بکنیم و دلیل اصلی این چی بود و چیکار کنیم که دیگه اتفاق نیفته. به نکته بسیار مهمی اشاره کردی، برای عدم فراموشی، برای اینکه به درست گفتی واقعا که این بچه‌های ما عاشق زندگی بودن، عاشق مرگ نبودن، ولی حق انتخاب بین آرمان‌های انسانیشون بود و اعدام و اونها ایستادن و این مهم بود که تو بیان تو توضیح دادی برای نسلی که الان هم همین مشکلات داره به عنوان تجربه بسیار مهمه. تو برای عطیه جان برای عدم فراموشی چه ابزارهایی رو تا الان پیش گرفتی و میخوای چیکار بکنی؟ چون همین نکته که تو الان گفتی برای خیلی بهش کمک میکنه. از دست دادن عزیزترین عزیزای ماست، تا عمر داریم باهاش زندگی میکنیم، هر روز داریم باهاش زندگی میکنیم. تو فکر میکنی برای عدم فراموشی چه کار باید کرد؟ همین که تو الان شروع کردی، بچه های دهه 60 خوشحالم که شروع کردن که این فضا رو دارن صحبت میکنن و بچه های دیگه یاد میگیرن، نسل های بعدی ازشون یاد میگیرن. تو فکر میکنی چه کار باید کرد؟ راستش از وقتی که من تونستم راجع به این صحبت بکنم بیشتر، خب صحبت کردنش هم به نظرم خیلی مهمه و سعی کنم توی کانتکست های بیشتری صحبت کنم راجع بهش که اینه بک‌گراند من و از اینجا میام. انقدر ما عادت کردیم به این که اون توطئه سکوتی که جمهوری اسلامی داشت اونجا و ادامه میده، یکم توی این فضا بزرگ شدیم که اصلا راجع بهش صحبت زیاد نمی‌کنیم. یه کار مهمی که بود از چند سال پیش فکر کردم خب بعد اینا رو بنویسم، من یه جوری بیان کنم. بعد خب من که نویسنده نیستم، مثلا نمیدونم از کجا باید شروع کنم. بعد
یه مسئله دیگه هم که بود، حالا اینا رو توضیح میدم برای اینکه شاید برای بقیه کمک بکنه، که من اصلا یه مقداری از خاطراتم که اصلا یعنی بلاک شده ندارم و خاطراتم خیلی منقطع و خیلی هم خطی نیست اصلا، که خب برای همین چجوری آدم میتونه بیاد مثلا بایوگرافی بنویسه، مموار بنویسه، در حالی که خاطرات درستی اونجوری به اون معنی شاید کلاسیک قضیه نداره. که بعد دیگه طول کشید تا صحبت کردم با دوستا و آشناها، گفتن همین جوری که داستانا رو تعریف میکنی مثلا شروع کن بنویس دونه دونه، بعد حالا استراکچرش یا ساختارش میادش. که بعد شروع کردم همین کارو کردن، دارم حالا بعد شروع کردم بهش ساختار دادن و یه جوری حالا داره جمع میشه، کار داره هنوز ولی داره جمع میشه. خب خیلی خوبه به نظرم اگر که بشه نهایتا. خیلی هم کمک کردن واقعا، هم از همین صحبت ها، بعد آقای مهاجر دارن کمک میکنن که در واقع اینو درست بکنین کتابو، و به انگلیسی هم نوشتم که مخاطب در واقع نمیدونم شاید گسترده تری داشته باشه، چون برای من شخصا خیلی مهمه که میدونین هم خود ایرانی‌ها واقعا متاسفانه خیلی نمیدونن، بعد نسل‌های دوم سوم ایرانی‌ها که لزوما حالا نمیدونم شاید اونقدر مثل ما با فارسی چیز نباشن یا راحت‌تر، به هر حال آدینس عمومی‌تری رو میتونه آدم بگیره اینطوری. و همینجا تو این جامعه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم اینجا هم بدونن، یعنی مسئله فقط کامیونیتی دیاسپورا ایرانی نیست، اون یه کاریه. و کارهای دیگه هم این وسط مثلا باشه، من چند تا مصاحبه تا حالا انجام دادم، خیلی دوست دارم که به هر حال اگر این تجربه ها کمک میکنه به آدمای دیگه و همین فراموشی، این که این آدما گفتم یه توطئه سکوتی هستش که آدم دلش میخواد هرچی بیشتر و بیشتر احساس میکنه باید راجبش حرف بزنه و کافی نیست انگار. نه مثلا یه چیزی مثل هولوکاست آدم میبینه که اصلا مسئله مقایسه نیست، اینکه این همه سال بعدش با این همه کانتنت، این همه متریال باز هم جای حرف داره. و به نظر من اینم همینطوره، یعنی اصلا به اندازه کافی شناخته نشده، راجبش صحبت نشده، ابعاد هم جنایتش آدماش و اینا خیلی چیز نشده، برای همین خیلی کار داره. هم مصاحبه ها هست، یه کار همین جدیدی که در مورد یا آهنگی که پدرم دوست داشت و مثل این که کسای دیگه زندانی هم سر اینم حتما صحبت میکنم. به نکته بسیار مهمی از جان اشاره کردی، در مورد دهه 60 سکوت حاکم بود و هنوز از عمق این فاجعه هنوز خبر نیست، هنوز صحبت خیلی کم شده. واقعا به نکته درستی گفتی، ما هر چقدر بگیم کم گفتیم. روزانه در دهه 60 طبق آماری که در دادگاه ایران تریبونال، ما اون دادگاه رو پشت سر گذاشتیم، یکی از وکلا گفت هر نیم ساعت یک نفر رو در ایران اعدام کردن، که ادامه اون دهه 60 مقاومت 67 بود که این کشتار عظیم رو به ما تحمیل کردن. یکی از نکات مهمی چون من میخوام در پایان برنامه حتما اون موزیک که درست کردی رو نشون میدم. تو چطور به این فکر رسیدی که یک موزیک درست کنی به یاد رضای عزیز؟ راستش من که بزرگ که میشم یعنی تو بچگی و اینا ما دور هم که جمع شدیم تو جمعای خانوادگی، خانواده پدرم این شعر رو میخوندن و میگفتن که یعنی به یاد پدرم، و میگفتن اون خیلی دوست داره، شعرش خیلی زیباست به نظر من. و سالها تا همین چند سال پیش در واقع من اصلا 2-3 سال پیش فکر کنم اصلا نمیدونستم که این شعر خوانندش کیه، چجوری خونده شده و اینا، با تو همون کانتکست فقط شنیده بودم، تو همون بستر، تا اینکه متوجه شدم اسمش هست به یاد آن گل، اولین بار آقای داریوش رفیعی خونده و پیداش کردم و خیلی برای من خیلی خوشحال شدم وقتی پیدا کردم اولا اینو که این شعر رو پیدا کردم. بعد به این فکر خب یه مقدار دهه 30 گفته شده، فکر میکنم شاید مربوط به هم بعد از در واقع 32 گفته شده و اینا، ولی نمیدونم از اون شعرهاییه که فکر میکنم زمان و مکان خیلی نداره، خیلی انسانیه، ولی آهنگش یکم خب قدیمی بود و آدمام خیلی نشنیدن. من با در واقع صحبت کردم با پارتنرم از پارسال، در واقع گفتم من خیلی دوست دارم اگر که بشه، حالا یه پروژه بزرگتر خاوران، یه آلبوم برای خاوران اصلا در نظر داریم، ولی گفتم این به طور خاص هم خیلی
من دوست دارم که بشه دوباره تنظیمش کرد، حالا با مثلا یه چیز یه مقدار جدیدتر، ولی همون شعر مثلا باشه که خیلی زحمت کشید. خب اون از پارسال و چند ماهی وقت گذاشت این آهنگسازی و تنظیم رو انجام داد و دیگه فکرم کردیم خانم هم دانا خضرایی که خوندنش میخوره خیلی که دوباره بخونه اینا، و خیلی هم من دوست داشتم که یک خانومی بخونه. عالی بود. آره دقیقاً. آره ولی اون حالا در واقع سوال، این ویدیو تو به کیا تقدیم کردی؟ اونو بگو، به کیا تقدیم کردی؟ راستش اولش تقدیم نامه گذاشتم واقعا به همه اون کسایی که یعنی به یاد پدرمه، ولی به همه اون کسایی که واقعا نمیدونم در 2 کلمه حالا خلاصه کردم، مهربانی و شجاعت. یعنی همونجور که گفتی به نظر من اینا انقدر در زندگی مهمه و انسان یعنی همه چیزای دیگر رو با خودش میاره. آدمایی که واقعا همه رو یکی میدونن، خودشون رو با همه یکی میدونن، انسان نوعی تر نگاه میکنن و اون شجاعت رو دارن که پشت این بیستن. به همه اونا، چه کسایی که زندن چه نیستن، از قدیم تا جدید. واقعا عطیه جان بسیار ممنونم که در برنامه خودت شرکت کردی و در برنامه‌های آیندهم مایلم که تو رو داشته باشم و از سالن ملاقات‌ها بگی و از تجربیاتت. واقعا همینطور که به ادامه راه رضای عزیز ما که گفت واقعا آزادی و انسانیت برای همه میخواست، ما هم این ویدیو رو به همه انسان‌های شجاعی که تو درست کردی تقدیم کنیم. بینندگان عزیز، تا برنامه آینده روزها و شب‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. همراه ما باشید و این ویدیو رو به یاد گل نگاه کنید. من اینجایم نشسته زیر این بوته‌های سرخ خود روییده غمگین. در سینه‌ام از غم طوفان شد داد از جور زمان. با سرد و غم افزا شد شبها، زد مهر خموشی بر لبها، مرغ از بیم خزان. این فصل مهنت زا پنداری آتش ها به گلاب گلستان زد. شد ویران بستان ها دست غم
و آتش پنهان بر دل و جان داری. دهیم از این پس ای بلبل به یاد گل ترسیمش. روزی که خزان گردد ای شادی به تو بخشد گل